سلام، من آنا. به اولین ویدیو یوتیوب من خیلی خوش اومدید. اینجا قراره با هم گیتار رو از صفر یاد بگیریم و بریم جلو. پس تو اگه هدف یادگیری گیتار یادت نره منو سابسکرایب کنی و زنگوله رو روشن کنی تا هر وقت ویدیو جدید گذاشتم با خبر باشی. امروز جلسه اول ما هست و قراره با هم یه سری موضوعات مقدماتی رو یاد بگیریم. اینا گوشی‌های مخصوص کوک ساز ما هستن که با چرخوندنشون به چپ و راست میتونیم گیتارمون رو کوک کنیم. به این قسمت سفیدت شیطونک میگن. به این قسمت که از هم جدا شدن فرتای گیتارمون میگن. به این حفره استعداد و این قسمت گرد دورش روزت میگن. و به این قسمت پل گیتار میگیم. ما 6 تا سیم توی گیتارمون داریم. 3 تا سیم پایینیمون سیم‌های نایلون و 3 تا سیم بالاییمون سیم‌های بیسمون هستن. ما دو مدل نشستن و گرفتن سازمون داریم. یکی این حالت که من الان نشستم که بیشتر برای نوازنده پاپ کار میره، عموم بیشتر دیدنش. و یکی هم این حالت که بیشتر برای نوازنده کلاسیک به کار میره. حالا قراره با هم نحوه قرارگیری هر دستمون روی ساز با هم یاد بگیریم. اول دست راستمون و با حالت قوس و انحنای طبیعیش روی سیما قرار بگیره و انگشتای دستمون بدون هیچ فشاری روی سیما باشه و انگشت شستمون حتما از بقیه انگشتامون جلوتر باشه و مچ دستمون به هیچ وجه نباید به ساز بچسبه و حتما از ساز فاصله داشته باشه. حالا دست چپمون باید به صورت موازی با ساز قرار بگیره و انگشتای دست چپمون به صورت شکسته پشت فرت ها قرار بگیره. نه بر روی فرت باشه نه وسط فرت، حتما باید پشت فرت ها قرار بگیره. و شست دست چپمون نه بر خیلی بالای ساز باشه نه خیلی پایین ساز، وسط ساز و متمایل به پایین. خب نکته مهم بعدی اینه که سازمون نباید به بدنمون بچسبه، باید اندازه یک دست با بدنمون فاصله داشته باشه. امیدوارم این قسمت براتون مفید بوده باشه. اگه تو هم میخوای گیتار رو از پایه یاد بگیری و بری جلو، یادت نره منو سابسکرایب کنی. قسمت دوم میبینمتون.